امروز یک فرجه‌ای پیدا شده. من عرض میکنم به شما یک فرجه‌ای پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود این اوضاع امروز نمیشد در ایران. اگر این را غنیمت بشمارند این فرصت است. این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان. بنویسند، اعتراض کنند. الان نویسنده های احزاب دارند می نویسند، امضا می کنند، اشکال می کنند. شما هم بنویسید. امروز روزی است که باید گفت و پیش می برید و من خوف آن دارم که خدای نخواسته این فرجه از دست برود. بعد هم با صراحت فوق فرصت طلبانه به آخوندها اطمینان میده و میگه که خوب ما دیدیم که چندین نفر اشکال کردند، امضا کردند و کسی هم کارشان نداشت. میبینید سقف رهبری و فراخوان مبارزاتی خمینی رو، اون هم 1 سال بعد از شروع فضای باز سیاسی و در شرایطی که همه مردم اقشار مختلف ریختن توی خیابون ها، میگه که اشکال کردند و امضا کردند و با خطری هم مواجه نشدند. اون هم با این ضمانت که کسی هم کارشون نداشته. این مفهوم موج سواری است، موج سواری فرصت طلبانه و میوه چینی از پی توده مردم، نه در جلو اونها، در پشت اونها و عقب سر اونها. بعد از اون هم چه در تظاهرات مردم قم 19 دی ماه 56، چه در قیام مردم تبریز 29 بهمن 56، چه در کشتار میدان ژاله در جمعه سیاه در تهران 17 شهریور 57، هر کجا که رژیم شاه سفت میگرفت، خونریزی و کشتار میکرد، شدت عمل نشون میداد، خمینی جا میزد، سکوت میکرد و فقط وقتی اطلاعیه میداد که جنبش توده های مردم دوباره گر گرفته بود و تعادل رو دوباره مردم چرخونده بودند. محض نمونه 1 بار هم نشد که خمینی پیشاپیش و جلو مردم حرکت کنه و راهی رو باز کنه. همیشه صبر میکرد ببینه باد از کدوم طرف میاد، بعد خودش رو با سمت باد منطبق میکرد. و این چنین بود که به آستانه قدرت رسید. خب در اون زمان در خلأ احزاب سیاسی به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش و همینطور به خاطر متلاشی شدن تنها سازمان متشکل انقلابی و مسلمان که پایه اجتماعی هم کسب کرده بود، یعنی به خاطر ضربه اپورتونیست‌های چپ‌نما به سازمان مجاهدین که تنها همسنگ خمینی بود به لحاظ تاریخی و اجتماعی و فرهنگی، به خاطر این خلأها خمینی و شبکه سراسری آخوندی کار رو با زد و بند و سازش و قدردانی کشی پیش بردند و سوار شدند بر امواج قیام مردم و به قدرت رسیدند. شبکه آخوندی هم چنان که خود خمینی گفت تنها شبکه‌ای بود که شاه کاری به کارش نداشت، چون سقفش همون نصیحت و ارشاد و خیرخواهی بود که خمینی گفت. در هر حال روزنامه لوموند اولین روزنامه غربی بود که در 4 اردیبهشت سال 57 با خمینی مصاحبه کرد. خمینی اطمینان داد در این مصاحبه که هیچگاه با افراطیون ضد شاه همکاری نخواهد کرد. یعنی دستگاهش رو کاملا آببندی کرد و تضمین داد که خبری و اثری از نیرو و عنصر انقلابی در کار و حرکت من نخواهد بود. علاوه بر این اعلام آمادگی کرد برای کنار اومدن با قانون اساسی رژیم شاه.